الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بإذن الله سبحانه و تعالی این حلقه 70 از آموزش توحید است و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه به شما معنای الوهیت و عبادت در نزد اهل بدعت را بیان میکنیم. یعنی اهل بدعت بمانند رافضه ها، صوفی ها، اشعری ها، ماتریدی ها، جهمی ها الوهیت را چگونه فهمیدند، توحید الوهیت را چگونه فهمیدند و لا اله الا الله را چگونه معنی داد کردند. بله، باید گفته شود که این موضوع بینات موضوع بزرگ است، زیرا که وقتی یک مسلمان مخالف خودش را فهمید، خودش را از همون چنین انسانها و از همون چنین عقیده دور میگیرد و احتیاط میکند و خودش را حفظ میکند. پس با دقت این حلقه را و این فرقه های باطلی که معنای توحید الوهیت را و کلمه الوهیت را و معنای عبادت را خطا فهمیده اند گوش بکنید و بفهمید. و البته نگفته نماند که فسادترین این فرقه ها این اهل کلام است. سرچشمه همه گمراهی این ببینید فرقه های باطل همین متکلمین هستند، اهل کلام و فلسفه هایی که هست همونها هستند. پس معنای الوهیت در نزد متکلمین یعنی اهل کلامی که مبتدع ها هست والعیاذ بالله، متکلم هایی که به درجه شرک و کفر هم رفتگی هست، معنای الوهیت رو چگونه میفهمد؟ میگه معنای الوهیت یعنی معنای اله این چی است؟ قادر هست. میگه ما گفتیم در حلقه های گذشته، در یک چند حلقه بیان نمودیم که معنای اله در به وزن صیغه فعال بوده، معنایش به مفعول است. یعنی اله معلوه یعنی معبود است، اله معبود است. بارک الله فیکم. اله یأله معلوه، عبد یعبد معبود گرفته شده است. اما متکلمین اهل کلام میگن که معنای الوهیت این قادر هست. سبحان الله. و الوهیت را تفسیر کردن، معنی داد کردن، بیان کردن به قدرت، به خلق، به اختراع یعنی به وجود آوردن و ربوبیت. یعنی از نظر اهل کلام وقتی که ما نظر میبینیم معنای اله چی است؟ قادر به چی؟ قادر به خلق کردن، قادر به وجود آوردن، قادری وجود آورنده، که این همه باز میگردد به کدام نمود توحید ربوبیت. ما گفتیم توحید ربوبیت این توحید است که انسان اعتقاد میکند که الله سبحانه و تعالی خالق است و رازق است. البته اعتقاد به وجود الله، به اعتقاد به فعلهای الله، اعتقاد به اسما و صفات الله میکند. خلق، قدرت و البته ملک، اختراع، این همه چی است؟ صفاتهای فعلی الله سبحانه و تعالی است. به وجود آورنده کی است؟ الله است. خلق کننده کی است؟ الله است. پس این از توحید ربوبیت است. اما اهل کلام الوهیت را به معنای ربوبیت تفسیر کردند. اهل کلام معنای الوهیت را ربوبیت گفتند معنای الوهیت یا که معنای کلمه اله این قادر است و الوهیت این قدرت است، قدرت به خلق، قدرت به اختراع، یعنی از توحید ربوبیت است. پس در نزد اهل کلام توحید الوهیت وجود ندارد، توحید عبادت وجود ندارد. یعنی عبادت را خاص به الله کردن، تنها به الله عبادت را انجام دادن وجود ندارد. از همین جهت میبینید که سبحان الله کلامی ها، کسانی که به کلام مشغولند
به اهل کلام بگوید به شرک و کفر واقع شده اند. اما این همه شرک و کفر را شرک و کفر نمیدونن. این البته فهم ضال است، فهم یک گمراهی است که با این نمود فهم والعیاذ بالله گمراه شدند. و با همین سبب اهل کلام، با سبب فهم همین گمراه کننده اهل کلام، قبوری ها، قبر پرست های مشرک، صوفی های مشرک، رافضه های مشرکی که همه اش متکلم از اهل کلام است، والعیاذ بالله به شرک واقع شدند و باز خودشان را به امت اسلام نسبت میدهند. والعیاذ بالله. حتی بسیاری از این فرقه های شرکی بمانند بگیم قبوری ها، صوفی های مشرک، رافضه های مشرک، این همه چکار کردند؟ شرک را جایز دانستند و انکار کردند به اهل توحید. به اهل توحید ضدیت نشان دادند، گفتند شما خطا میکنید ای اهل توحید، شما خطا میکنید ای اهل سنت و الجماعت. توحیدی بگویم الوهیت وجود ندارد گویان این مشرکا به اهل توحید، به اهل سنت و الجماعت انکار کردند. پس این بود معنای الوهیت در نزد اهل کلام. اهل کلام اله را قادر میگن، الوهیت را قدرت میگن، قدرت به خلق، قدرت به رزق دادن، قدرت به اختراع و غیره. یعنی توحید الوهیت را به معنای توحید ربوبیت میفهمند. اینها کی هستند؟ بار دیگر میگیم که اینها همه قبر پرستو است که بزرگترین اونها صوفی ها، رافضه ها و دیگر متکلم ها که به اینها اشعری و ماتریدی هم داخل میشود که کمی بعد ما در موضوع اشعری ماتریدی صحبت خواهیم کرد. اما عبادت را چگونه فهمیدن اهل کلام؟ عبادت در نزد متکلمین، در نزد صوفی ها و در نزد قبوری ها، عبادت در نزد متکلمین و صوفی و قبوریه که این فرقه مشرکه، عبادت حسابیده نمی شود مگر همون زمانی که اعتقاد نفع و ضر همراهش داشته باشد در حق معبود. مثلا صوفی ها، رافضه ها، قبوری ها میگن به قبر سجده کردن جایز است، به قبر نماز خوندن جایز است، چرا که این عبادت نیست. میگن همان وقت عبادت می شود که میگد اگر انسانی سجده کننده گوید که قبر فایده یا ضرر میرساند. اگر گوید که قبر فایده نمیرساند، قبر ضرر نمیرساند، لیکن من به قبر سجده میکنم، در گرد قبر طواف میکنم، گوید یا دعا کند، از قبر طلب کند یا دعا کند و غیره، میگد این جایز است. میگد والعیاذ بالله در نزد اهل سنت و الجماعت این عمل خودش یک عملی شرکی و کفری است. گرچنده که انسان یعنی اعتقاد نفع و ضر نکند، یعنی اعتقاد نکند که این چیز ضرر میرساند یا که فایده میرساند، این چنین اعتقاد را نداشته باشد، اما نماز را به قبر رود و خواند، قصدش قبر باشد، گوید که قبر ضرر نمیرساند، فایده نمیرساند، لیکن نماز را به قبر میخوانم، در گرد قبر طواف کند، این مشرک است. ذبح به قبر کند مشرک است. والعیاذ بالله. پس این است عبادت در نزد اهل کلام. اهل کلام از همین جهت بسیار عبادت ها را انکار کردند و گفتند که این عبادت نیست و بعد از این عبادت ها را به شرک انجام دادند. سبحان الله. در نزد صوفی ها، قبوری ها، رافضه ها دعا عبادت نیست، استغاثه عبادت نیست. چرا که دعا میگن شما میتونید که طلب کنید گرچنده که اعتقاد داشته باشید که این ضرر نمیرساند، فایده نمیرساند، یعنی میگید که این فایده نمیرساند، ضرر نمیرساند، لیکن دعا میکنید. یا بین خود و بین الله واسطه میگیرید، یعنی میگویند که این کسان اولیا و رسولانی که در قبر هستند به ما ضرر رسانیده نمیتوانند، به ما فایده رسانیده نمیتوانند، لیکن ما این کسایی که در درون قبر هست بین خود و بین الله چی میگیریم؟ واسطه میگیریم. از همین جهت این عبادت نیست. میگن ما فقط از این قبرانگی ها میطلبیم که در نزد الله ما را شفاعت کنند، در نزد الله ما را دعا کنند. اهل سنت و جماعت میگن همین دعا کردن و طلب کردن از یک کسی که غایب است، مرده است، قادر نیست، نمیتواند انجام داده، حاضر نیست،
این شرک اکبر است. طلب شفاعت کردن از مرده ها شرک اکبر است. طلب دعا کردن از مرده ها یعنی به معنای اینکه ای مرده ها در نزد الله دعا کنید که الله به من فرزند دهد، الله به من پول مال دهد گفتن، این شرک اکبر است. اما در نزد اهل کلام، متکلمین صوفی ها، قبوری ها، اشعری ها و این چنین ماتریدی ها و رافضه ها این عبادت نیست. والعیاذ بالله. از همین جهت این فرقه های اهل کلام، این فرقه های باطل چیکار کردند؟ بین خود و بین الله اولیاهایشان را یا که انبیا را و رسولان را یا انسانهای صالح را واسطه گرفتند، استغاثه کردند، طلب کمک از اینها کردند. چی طلب کردند؟ طلب کردند که در نزد الله ما را شفاعت کنید. از این قبرنده بوده ها طلب کردند که در نزد الله در حق ما دعا کنید. گفتن این عبادت نیست. به همین جهت گفتن این جایز است گفتند. و سبب این عمل را برای این انجام دادن که اولا الله را به خالق را به مخلوق تشبیه دادند. گفتند الله به مانند پادشاهی این دنیا است، به مانند ملوک این دنیا است. چگونه که به پادشاهی این دنیا به واسطه در آمده نمی شود، حتما باید به واسطه وزیر داخل شوید. این چنین به نزد الله به واسطه رفتن ناممکن است. به نزد الله وقتی که انسان خودش می رود می گوید، صوفی ها، رافضه ها، قبوری ها، اشعری ها، ماتریدی ها، این اهل کلام، اینها همیش کلامی است. اینها میگن که به نزد الله وقتی که انسان خودش می رود الله این قبول نمی کند. از همین جهت میگن ما به نزد الله باید بکی رویم؟ به واسطه رویم. واسطه کی است؟ واسطه اولیا، پیشوا، صالحایی که مردگی هست. چیکار کنیم؟ قبرهای اینها بلند کنیم، قبرهای اینا به مقبره کنیم، در گردش طواف کنیم، این قبرندگی رو راضی کنیم، به بالای این قبر بریم ذبح کنیم، از این قبر بالاخره طلب کنیم. چی طلب کنیم؟ طلب کنیم که در نزد الله ما را شفاعت کنید. یعنی ای قبرنگی ها، شما به ما فایده داده نمیتونید، ضرر داده نمیتونید، لیکن شما خدمت کرده میتونید. شما در نزد الله ما را شفاعت کنید. همین شفاعت طلبیدن این طلب فایده است. یا که در نزد الله ما را دعا کنید. دعا کنید که الله این بلایی که به سر ما اومد الله از ما دور کند. چرا که الله دعای ما قبول نمیکند، فقط دعای شما را قبول میکند. شما بین ما و الله واسطه هستید گفتند. برای همون این صوفی ها، رافضه ها، اشعری ها، ماتریدی ها را میبینید که همیشه در نزد قبر دعا میکنند، در نزد قبر گریه ناله دارند، نه از الله، از قبر میطلبند. این شرک اکبر است. انا من عمل ابو جهل و انا من عمل عتبه و شیبه و ربیعه و ابو لهب بود. پیامبر صلی الله علیه و آله همچنین انسان ها را مشرک گفتند. الله مشرک گفت. الذين يدعون من دون الله عباد امثالكم. یعنی شما دعا میکنید بجز الله یک انسان هایی که مثل شما بودند و باز مردند، از شما هم پستر هستند، اصلا نمیشنوند دعای شما را. و بعد از این الله میگه الذين يدعون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله. اونهایی که این مرده ها را عبادت میکنند در حالتی که این مرده ها هیچ ضرر نمیرسونند، هیچ فایده رسونده نمیتونند، دعا میکنند و بعد از این میگن که اینها شفاعت کننده ما در نزد الله هستند. یعنی در نزد الله ما را شفاعت میکنند. یعنی چی معنی دارد؟ میگن که ای الله همین بنده ها ته شفاعت کن، همین بنده ها ته ببخش، همین بنده ها ته استغفر الله، یعنی والعیاذ بالله، یعنی به خاطر ما ببخش و غیره و غیره. که البته این همه شرک است. این همه شرکی اصغر است؟ نه، اکبر است. و کسانی که قبر را بین خود و بین الله واسطه میگیرند، استغاثه میکنند، البته که شفاعت میطلبند یا که طلب دعا میکنند، این همه مشرکند، این همه مرتدند، کافرند. ندانستنشون، نفهمیدنشون، خطا کردنشون عذر نیست. اینها مشرکند. جهل و عذر نیست در این مسئله. چه خیلی که مرجئه ها، مدخلی ها، جامی ها میگن که در این مسئله جهل و عذر است. این آدم ها را ما کافر گفتن نمیتونیم، چرا که اینها جاهل است، بیچاره ها نفهمید. لا اله الا الله میگوید، برای همین ما اینو کفر نمیگیم. میگن اینها خطا میکنند، اینها گمراهند. این مدخلی ها، جامی ها، اینها مرجئه ها هستند که عذر میدن، بلکه جهل در این مسئله عذر نیست. هر کسی که مشرک را دیده و دانسته مشرک نبود، خودش مشرک میشود، خودش کافر میشود. از همین جهت شما یک مشرک را وقتی که دیدید حتما باید اعتقاد کنید که مشرک است. اعتقاد کنید به قلبتون که این مشرک است. بارک الله فیکم. پس عبادت رو هم خطا فهمید. زمانی که اهل کلام به حقیقت توحید الوهیت، به حقیقت عبادت جاهل موندند، فهمی این اهل کلام
از صوفی و رافضه و قبوری و اشعری و ماتریدی نسبت توحید الوهیت و عبادت فهمی خطا و فهمی گمراه کننده بود، با همین سبب به بزرگترین شرک ها واقع شدند. به سبب فهم خطا به شرک واقع شدند. از همین جهت میگم که آموختن این همه اصول دین و این توحید با همه قسمهاش ضرور است. باید صحیح فهمید. وقتی که این اهل کلام الوهیت رو، معنای الوهیت رو خطا فهمیدن، توحید الوهیت رو خطا فهمیدن، کلمه الوهیت رو خطا فهمیدن، معنای عبادت رو خطا فهمیدند، بعد از این چیکار کردند؟ به شرک واقع شدند، مشرک شدند. خودشون رو مسلمان میدونند، از امت اسلام میدونند، اما اینها مشرکند، به شرک واقع شدند. از جهتی که نمیدونند. از سبب چی؟ از سبب اینکه نمیدونند، حقیقت توحید رو نمیدونند. اون چیزی که الله دوست می‌دارد و از اون چیزی که الله راضی می‌شود و اون چیزی که الله به اون امر کرده است، اونها نمیدونند. نمیدونند که الله چی رو دوست می‌دارد. نمیدونند که الله از چه راضی است. این گمراه‌های اهل کلام، این قبوری و مشرک و رافضه و صوفی و اشعری و ماتریدی و این همه فرقای باطل گمان کردند که واسطه گرفتن، شفاعت طلبیدن از این مرده ها از دین است، از شریعت است، این اجازت است. گمان کردند که این امر الله است، گمان کردند که این را الله دوست می‌دارد. و خیلی که گفتیم الله را قیاس کردند به ملک‌ها، پادشاه‌های این دنیا. اللهی که در بالای عرش است، در بالای آسمان‌ها است، علو و ذات دارد، به این پادشاه‌های ناچیز این دنیا بشر مانند کردند. پادشاه‌های این دنیا البته محتاجند، محتاج به شفاعتند. این پادشاه‌ها بله پادشاه‌های انسان است، به نزد این پادشاه‌ها به واسطه کسی میروی، این پادشاه سخن تو رو شنیده نمیتواند، برای اینکه اینها انسان است. اما الله این میبیند، میشنود، با همراهی تو است، با علم قدرتش. و هو معکم اینما کنتم، الله با همراهی شما است، در کجا نباشید. ادعونی استجیب لکم، دعا کنید من دعای شما را میشنوم. با علمش و قدرتش، خودش با ذاتش در بالای عرش است، خودش با ذاتش صفت علو دارد، با ذاتش علو است، در بالا است، در بالای آسمان است، اما به علمش و قدرتش میبیند. پس جهلشان اینها را به شرک واقع کرد و مشرک شدند. والعیاذ بالله. الله سبحانه و تعالی میگوید انهم اتخذوا من دون الله اولیاء، انهم اتخذوا من دون الله اولیاء و یحسبون انهم مهتدون. اینها گمان کردند، یعنی اولا اینها بجز الله به خودشان اولیا گرفتند، معبود گرفتند، عبادتشون کردند، یعنی شرک را انجام دادند، بجز الله اولیا گرفتند و گمان کردند که عمل خوب را انجام داده شدند، گمان کردند که اینها هدایت یافتگانند، اما الله اینها را تکفیر کرد. الله گفت افلا انبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون انهم يحسنون صنعا. آیا به شما از همه خسارت زده ترین انسان ها را که زیان کشیدن خبر بدیم؟ آنهایی که گمراه شدند، کافرند و مشرکند و باز گمان میکنند که اونها هدایت یافتند. الله در دوام اولئک الذین کفروا میگه اینها کافرانند میگه. پس در آیه دیگر میگه اتخذوا من دون الله أولياء، اتخذوا من دونه أولياء الذين اتخذوا من دونه أولياء قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. آنهایی که بجز الله اولیا گرفتند به خودشان و میگویند که ما اینها را عبادت نمیکنیم، بلکه این اولیا که مرده هست بین ما و الله واسطه است، میگویند ما رو به الله قریب میسازد، میگند الا یقربونا الی الله، میگند ما رو به الله نزدیک میکنند، میگند اینها رو الله گفته است که من خودم حکمشون رو میکنم به اون چیزی که اختلاف کردند. اما در دوام آیه الله میگه که الله هدایت نمیکند دروغگویان و کافران را، یعنی الله اینها رو کافر گفته است. پس ببینید که معنای کلمه الوهیت را وقتی که انسان خطا میفهمد، معنای کلمه اله را وقتی که انسان خطا میفهمد، در باقی مانده مسئله ها در توحید الوهیت خطا میشود. پس اهل کلام، کلامیه، اهل کلام، کسانی که به فلسفه و منطق فلسف هستند، به اهل کلام مشغولند، اینها اولین کسانی که گمراه شدند. و این صوفی های قبوری مشرکه، رافضه های قبوری مشرکه،
اینها همه به همین اهل کلام پیروی شدند. و حالا ببینیم چخیلی که اشعری ماتریدی هم در همین مذهب است، لیکن بیاید اشعری ماتریدی رو نظر میکنیم. معنای اله در نزد اشاعره و ماتریدی چیست؟ علما میگن که معنای اله در نزد اشعری و ماتریدی هم معبود نیست. چخیلی که اهل سنت و جماعت میگن نیست، بلکه بر ضد اهل سنت و جماعت معنای اله در نزد اشاعره و ماتریدی دو این فرقه بدعتی، این الرب است و الخالق است و المخترع است. یعنی مثل اهل کلام، مثل صوفی ها، مثل رافضه ها، همه یک خیل میفهمند. قشیری در کتاب شرح اسماء الله الحسنى میگوید که الالهیه القدرة على الاختراع، وقيل هو المستحق لأوصاف العلو والرفع، وقيل هو من له الخلق والأمر والكل متقارب ويرجع لمعنى واحد. ومن الناس من قال معنى الله المعبود والمستحق للعبادة ولا يصح. این سخنی که است یکی از بزرگترین علمای اشاعره و مذهب ماتریدی هم همین است. نظر کنید به عقیده نصفی. میگوید که در کتاب شرح اسماء الله الحسنى الهیه معنای الهیه چی است؟ میگه این قدرت است. قدرت به معنای یعنی قادر بر اختراع، قادر بودنی به وجود آورنده، یعنی کسی که قادر است که یک چیزی رو به وجود بیاره. القدرة علی الاختراع، قدرت داشتن به پیدا کردن، قدرت و توانایی داشتن به پیدا کردن چیزی. معنای الهیه چی بوده است؟ قدرت و توانایی داشتن به وجود آوردن چیزی. و این چنین گفته شده است میگه که مستحق به اوصاف علو و رفع است. اشعری ماتریدی ها الله را در بالا بودنش رو انکار میکنن، صفت علو الذات را انکار میکنند، اما علو القهر، علو الصفه را قبول میکنند، گرچه که امروز هم غلط میفهمند. و میگه که این معنای الهیه این چی است؟ میگه خلق است، امر است. میگه همه این معناها میگه نزدیک است و یک معنی دارد. یعنی توحید الوهیت در نزد اشعری و ماتریدی وجود ندارد. در نزد اشعری و ماتریدی توحید الوهیت همین توحید ربوبیت است. چه خیلی که ما گفتیم، یعنی فقط اعتقاد کنید که الله وجود دارد، فقط اعتقاد کنید و دانید که الله خالق است و رازق است و مدبر است و رب است و همین دانید شد شما مسلمانید. عمل نکنید مسلمانید، عملها را، عبادتها را همیشه غیر الله با انجام دهید مسلمانید. از همین جهت میبینیم که کسایی که خود را اشعری میدانند و ماتریدی میدانند مشرکند. عادتا بسیاری کسایی که خودش اشعری و ماتریدی میدانند صوفی است. از همین جهت میبینید که صوفی همه اش عقیده اش اشعری است یا ماتریدی است. وقتی که صوفی هایی که در مصر است، در افریقا است، در اون طرف ها هست میبینید، در شرق هست میبینید که همه این صوفی ها عقیده اشعری دارند. این صوفی هایی که در افغانستان، تاجیکستان، عادتا در پاکستان و در این آسیای مرکزی، در روسیه و غیره هست، در کوکاز میبینید که اینها خودشان چی میگن؟ ماتریدی هستند. صوفی هایی که عقیده ماتریدی دارند، طریقهشون صوفی است، عقیده ماتریدی دارند. سبحان الله. و این همه استغاثه کردن اولیاء را جایز می‌دانند، بین خود و بین الله واسطه گرفتن، شفاعت طلبیدن و کمک طلبیدن از مرده ها را جایز می‌دانند. به شرک واقع شدند. در آخر سخنش حتی این قشیری اشاعره میگه که و من الناس من قال، و از مردم گفتند که معنای الله این معبود است، گفتند و اله، معنای اله البته اینجا الله نیست، والله اعلم اله معبود است گفتند، و یا الوهیه این معبود است و مستحق لعبادت است گفتند، معنای الله هم مستحق به عبادت است گفتند. این صحیح نیست میگن، یعنی الوهیت را بالکل انکار میکنند. در نزد اینها توحید الوهیت وجود ندارد. از همین جهت وقتی که ما در موضوع توحید الوهیت سخن میکنیم و بسیار شرکیات را بیان میکنیم و بسیار مخالفت های شرکی این صوفی ها را که ماتریدی عقیدهشون است بیان میکنیم، اونها ما را طعنه میزنند، میگن خوارج هستید، یا که میگن که شما وهابی هستید، یا که میگن که شما سلفی هستید، یا که فناتیک هستید، یا که متشدد هستید. این خیلی سخن ها میگن، نمیگویند که بیاید به قرآن و سنت سخن کنید، برای که اونها اصلا دلیل ندارند. این همه مذهبی اونها مذهبی فکری هست، مذهبی کلامی هست، مذهبی فلسفی است. اونها همه حجتشون حجتی بگویم عقلی هست،
از قرآن و سنت اینها فرسخ دور است. برای ما وقتی که آیت رو میاریم در هر یک مسئله 10 آیت، 10 حدیث، 10 کلام صحابه و 10 سخن تابعین و تبع تابعین از سلف امت رو میاریم، اونها میگن که شما سلفی ادروید، روزی دیگر خلاصی ندارند. همون سلفی گفتن و وهابی گفتن و طعنه زدن و خوارج گفتن رو اونها بهانه کردند. خودشون مشرکند، بیچاره ها نمیفهمند. پس امروز چه قاعده دارند؟ میگن که ما صوفی هستیم، طریقتاً عقیده امون اشعری هست یا ماتریدی هست، برای اینکه اشعری و ماتریدی هر دوش یک عقیده دارد بجز بعضی از چیزهای دیگر. اصول یک است. اشعری و ماتریدی اینها دو برادر است و بعد از این میگن که ما در طریقه فلانی هستیم، یا مذهبمون حنفی است یا شافعی است. مذهبشون در فقه در طرز طهارت و عبادت حنفی هست یا شافعی یا مالکی و احمدی است، اما عقیدتا اینها ضد حنفی، ضد ابو حنیفه، ضد شافعی، ضد احمد ابن حنبل و ضد امام مالک هستند. برای که این 4 امام اینها را مشرک گفته هستند. هر کسی که قبر میپرستد، هر کسی که قبر استغاثه میکند، این 4 امام اینها را مشرک میگفتند. اما اینها فقط یعنی فقهان از جانب عبادت، چخل روزه شدن در کار، چخل نکاح، چخل طلاق، چخل تجارت، یا که احکام حج، احکام عبادت و طهارت و غسل و غیره در یگان مذهب هستند، اما عقیدهشون عقیده مذهبی نیست. عقیدهشون عقیده اشعری و ماتریدی است و عقیدهشون همین عقیده است که معنای اله را خطا فهمیدند و توحید الوهیت را بالکل انکار کردند. بله، یک انسانی عاقل تعجب میکند، در حیرت میماند وقتی که اینها را میبیند که چگونه در یک چیزی صحیح، در یک مسئله که مثل آفتاب روشن است، که پیامبر گفتن انا ترکتکم فی المنهج البیضاء الی، یعنی تاریکی نداره، لا ظلام فیها، من شما را در یک منهجی روشن، روشنایی ترک کردم که هیچ تاریکی ندارد. اینها را میبینید که گمراه شده است. یک فرقه نه، همین فرقه اومدن گمراه شدند، معنای الوهیت رو نفهمیدند، معنای عبادت رو نفهمیدند، خطا فهمیدند و بعد از این توحید الوهیت رو انکار کردند و بعد از این فقط ربوبیت است گفتند. سبحان الله. حالا که این مسئله هم از علمای در نزد علمای لغت از متقدمین تا متأخرین معروف است که بر ضد اینها است و هم در نزد سلف این امت با قرآن و سنت بیان شده است که اینها عقیدهشون باطل است، قولشون قول مبتدع است و چی است؟ اینها اهل کلام، این همه ماتریدی و اشعری به همون جدشون بابایشون جهمی پیروی کردند. ابن تیمیه رحمه الله در سخنشون میگن خیلی که در کتاب مجموعه الفتاوی مجله 3 صفحه 110 صفحه 101 و مجله 13 صفحه 203 آمده است. میگن که وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه المتكلمون حيث ظنوا أن الإلهية هي القدرة على الاختراع دون غيره، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع فقد شهد بأن لا إله إلا هو فإن المشركين كانوا يقرون بهذا وهم مشركون. میگن که مراد از کلمه اله این قادر، یا که قادر بودن بر اختراع، قادر بودن به وجود آوردن یک چیز نه. معنا و مراد از کلمه اله قادر بر اختراع کردن نه، یعنی قدرت داشتن به اختراع کردن نه. خیلی که میگن اهل کلام همچنین گمان میکنند که الهیه این قدرت بر اختراع هست میگن و دیگر معنی را انکار میکنند. و در نزد اهل کلام همین است که میگن هر کسی که اقرار کرد که الله این قادر هست به اختراع کردن، قادر هست به وجود آوردن چیزی، اختراع کردن یعنی به وجود آوردن، اختراع کار یعنی به وجود آوردن یک چیزی. یعنی هر کسی که در نزد اهل کلام بگوید که من ایمان دارم که الله قادر است به وجود آوردن یک چیزی، به تحقیق میگن شهادت داده است که شهادت به چی داده است؟ شهادت به لا اله الا الله داده است. برای که اله در نزد اینها القادر علی الاختراع است، یعنی قادر بودن الله به وجود آوردن است. اما میگن این سخن مشرکا میگفتند، مشرکا این چنین ایمان داشتند، مشرکایی که پیامبر صلی الله علیه و آله مشرکا را کشتن میگفتند که ما ایمان داریم که الله قادر هست به اختراع کردن. ابو جهل، ابو لهب، ابو طالب، اینها همه مشرکا یعنی ایمان داشتند که الله قادر هست بر اختراع کردن چیزی، اما الله ایمان اینها را قبول نکرد، اینها را موحد نگفت، رسول الله اینها را مؤمن و مسلمان نگفتند و کشتند. پس دلالت میکرد که سخن اهل کلام این باطل است.
و این چنین معنای الوهیت در نزد این اهل کلام یعنی افتقار و کل ما عداه الیه و لیس یعنی افتقار کردن همه غیر الله به الله هست. یعنی در اینجا معنای اینها افتقار اختیاری نیست بلکه اختیاری یعنی تعبدی است. بله همه چیزی که در روی دنیا هست حتی کفار که هست همه افتقار به الله دارند، فقیر به الله هستند، خوان نخوان به الله اطاعت میکنند. اما اطاعت افتقار کونی هست، تعبدی کونی و تعبدی شرعی هست. تعبدی کونی همین که زمین و آسمان همه در اطاعت الله است، کافرها همه در اطاعت الله است، خواهد نخواهد یعنی کی خواهد الله میمیرد، کی الله خواهد اینو میمیرد، کی الله نخواهد یعنی زندگی میکنه و غیره. اما عبادت شرعی، افتقار شرعی، کسی که توحید رو قبول کرده به الله یعنی عبادت رو انجام میدهد. بارک الله فیکم. پس اینجا ضرور است که شما باید فهمید عقیده باطلی اشاعره و ماتریدیه را. از همین جهت وقتی که معنای اله را خطا فهمیدند توحید الوهیت را خطا فهمیدند. پس الوهیت در نزد فلسفه، اهل فلسفه، اهل کلام، باطنی ها، کسانی که باطنی هست، درونی است. باطنی گفتیم ما که میگیم صوفی ها، رافضه ها و این چنین تمامی فرقه‌ای که خود را به صوفی و رافضه یعنی نسبت میدهد. احمد میرزایی باطنی که امروز بین در طرفهای اروپا معروف است، حتی مسجدها دارد، و تمامی فرقه رافضه، اسماعیلیه، علویه، نصیریه، حوثیه، قرامطه، امروزه زیدی هم غلو کرده و باطنی شده، فاطمیه، عبودیه، بگویم این همه رافضه های اثنا عشریه و غیره، جعفریه، صادقیه، خاصیه و تمام فرقه صوفی که نو فلسف هست، فلسفی باطنی هست، میگن که الوهیت یعنی معنای الوهیت این ایمان آوردن به وجود الله هست و بس. یعنی یک کس بگوید که من ایمان دارم که یک خالق هست، الله هست، تمام، این مؤمن است میگن. پس فرعون هم در نزد اینها ایمان دارد، فرعون هم مؤمن است، برای که فرعون میدونست یا نمیدونست که یک اله حق وجود دارد. فرعون میدونست که خودش انسان است، فرعون میدونست که خودش ناچیز است، به درونش میدونست. الله میگه که وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. اونها دیده و دانسته، فهمیده انکار کردند، جحد کردند. یعنی فرعون دیده و دانسته انکار کرد، الله بدنش دانسته. یا که شیطان الله میداند یا نمیداند؟ بله شیطان میداند. الله از دیگرها دیده شیطان نقصتر و خوبتر میداند، با الله سخن کرده است. شیطان در جنت بود لعنت الله علیه، اما شیطان جحد کرد، انکار کرد، استکبار کرد، به کفر استکبار واقع شد، دیده و دانسته اطاعت الله را نکرد. و امروز هم هر کسی که دیده و دانسته مطلقاً عمل را ترک کند، نه نماز، نه روزه، نه حج، نه یگان عمل اسلام را بکند، این مرتد است و کافر است. چرا که شرط لا اله الا الله، شرط صحت لا اله الا الله انقیاد را ترک کرده و رکنی عمل، رکنی ایمان است، رکنی ایمان را ترک کرده و به کفر ایبا و کفر اعراض، استعراض، به کفر اعتراض و کفر اعراض و ایبا و حتی به کفر استکبار واقع شده و به دهمینش کننده اسلام واقع شده است. و این اجماع علمای اهل سنت در جماعت است که مرجئه امروزه از مدخلی ها و از مرجئه ها این کار میکنند، برای آنکه عمل در نزد اینها رکن ایمان نیست بلکه یعنی مکملات ایمان است، که ما در این مسئله کاملا در باب ایمان، معنای ایمان و غیره در حلقه های دیگر به شما بیان کرده هستیم. میتونید که در گروه اینا پیدا کنید و ببینید. و معنای الوهیت، توحید الوهیه گفتیم در نزد فلسف و باطنی ها این چیست؟ اعتقاد کردن به اینکه الله وجود دارد، تمام، یعنی ربوبیت. و معنای توحید الوهیت در نزد متکلمین از اهل کلام، از اشعری ها و ماتریدی ها، معتزله ها و اینچنین رافضه ها، عبادی ها و غیره و غیره، این با همین چیست؟ معنای توحید الوهیت توحید ربوبیت است. چیست؟ خلق است. ایمان آوردن به اینکه به صفت خلق الله، به صفت قدرت الله، یعنی ایمان آوردن بالکامل. آخری کار همین است که ایمان آوردن به اینکه الله قادر بر اختراع است. توحید الوهیت چی است در نزد این همه فرقه باطل؟ القدرت علی الاختراع. همه فرقه های باطل بجز اهل سنت و الجماعت توحید الوهیت را خطا فهمیدند، معنای لا اله الا الله را خطا فهمیدند، معنای کلمه اله را خطا فهمیدند. کدام فرقه ها؟ تمام فلسفه، فرقه فلسفه‌ای، اهل کلام، باطنی ها، صوفی های مشرکه قبوری و رافضه ها به تمام فرقه هایش،
صوفی ها به تمام 54 و 60 فرقه هایش و خوارج و معتزله و تمام فرقه ها چیکار کردند؟ معنای کلمه اله را خطا فهمیدند. چرا که خوارج ها میگن که اله به معنای حاکم است که باز بر ربوبیت میرود. همه اشون توحید الوهیت را نفهمیدند و جاهل ماندند. همه اشون توحید الوهیت را قدرت بر اختراع گفتند که واقعا به توحید ربوبیت میگرد. همه اشون گفتند که توحید الوهیت این ربوبیت است گفتند. از همین جهت به شرک واقع شدند. والعیاذ بالله. پس ما باید آگاه باشیم، از جهل خودمون را حفظ بکنیم. پس جهل به حقیقت توحید الوهیت سبب مشرک شدن اونها شد. وقتی که جاهل ماندن مشرک شدند. پس امروز هم اگر شما برادران و خواهران عزیز جاهل باشید، مشرک جهل توحید این خودش شرک است. نمیشود که انسان ناآموخته خودش را مؤمن و موحد بگوید. و این چنین یا فهمی خطا، فهمی که مخالف فهم قرآن و سنت است، انسانی که فهمی که آدم گمراه میکرد، این هم سبب شرک میشد. چه که به شما بیان گشت که بزرگترین سبب هایی که این انسان ها را و این فرقه ها را واقع به شرک کرد و اینها را مشرکین کرد، این جهل به حقیقت توحید است. جهل به حقیقت آن چیزی که الله اونها را دوست می‌دارد و از اون راضی است و به اون امر کرده است. جهل به حقیقت الوهیت، به حقیقت عبادت است. اینها گمان کردند که گرفتن واسطه بین الله و طلب کردن بین الله خودشون، گرفتن این اولیاء، این قبر پرستی و این قبر اولیاء پرستی و رسول پرستی و انبیا پرستی، این مزار پرستی، واسطه گرفتن اینها طلب شفاعت کردن، گمان کردند که این از دین است. گمان کردند که الله این رو امر کرده است، الله دوست می‌دارد. این قیاس کردند به ملوک و غیره که البته این همه از شرک اکبر است و اونها رو گمراه کرد. بارک الله فیکم. با همین این حلقه رو به پایان میرسونیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده باز مسائل رو دوام خواهیم داد.